دلارام کدومتونه؟ همون که میگم مغروره، خوشهیکله، کسی هنوز نتونسته ما خوشو بزنه. اگه منظورت منم که این لحنت واسه شروع اصلا قشنگ نیست. پس درسته خودتی. اینقدر مطمئنی که فکر میکنی هیچکی عرفت نیست؟ بده من بابا، بده من. چطوری تو؟ مطمئن که نیستم، فقط بلد نیستم با صدای بلند خودم رو ثابت کنم. شنیدم کسی نتونسته هنوز رامت کنه. چون منو با اسباب اشتباه گرفتن. من رام نمیشم، مسیر تعیین میکنم. مسیر؟ من مسیرها رو عوض میکنم. فقط اگه بتونی از پس خاکی که بلند میکنی بر بیای. من عاشق خاکم، مخصوصا اگه بوی چالش بده. ولی اینجا هر کی زیاد حرف زده از رو اسب پرت شده. خب خوبه، من زمین خوردم بلدم، ولی بلند شدنمو ندیدی هنوز. امیدوارم زانوات قوی باشه، چون اینجا کسی منتظرت نمیمونه. من دنبال منتظر بودن نیستم، دنبال اثباتم. اثباتش چی؟ اینکه از بقیه مردایی که اینجا هم متفاوتی؟